به نام یاد خدا، به امید سلامتی عزیزان. در این ویدیو میخواهم نحوه سیمولیشن کردن قطعات الکترونیکی و یا طراحی و دیزاین سرکیت الکترونیکی را با استفاده از نرم افزار پرقدرت الکترونیکی به اسم نرم افزار پروتیوس خدمت شما آموزش بدهم. نخست ما نرم افزار پروتیوس را دانلود میکنیم و بعد از دانلود از سایت ها ما را انستال میکنیم. بعد از انستال صفحه پروتیوس باز میکنیم به این شکل. در این صفحه ما میبینیم که یک قسمت لایبرری هست و قسمت دیگه قسمت ساخت یا طراحی سرکیت نرم افزار سرکیت هست قسمت. و در اینجا هم بعضی منوها اضافه شده است. برای ساده کار اینجا منوهای اصلی هست که فایل و نحوه سیو کردن و نحوه تنظیم و نحوه اضافه و کاهش کم کردن قطعات الکترونیکی هست. پس ما در این ویدیو میخواهیم سرکیتی کانورتر AC به DC را یعنی مبدل برق AC به DC را شبیه سازی کنیم. نخست میاییم در قسمت لابراتوار ما قطعاتی که لازم داریم برای این سرکیت سرچ میکنیم. مثلا یکی از قطعاتی که ما لازم داریم AC سورس است یا منبع تغذیه AC است که برای ما اینجا نیاز است. AC سورس یا میتونیم بنویسیم که alternative یا متناوب alternator. خب به این شکل generate میاد. مثلا ما به این شکل داریم. خب میم سپیل اشتباه است. به این شکل میگیم که AC source. خب میم اینجا alternator active نمایید AC voltage source این ما دریافت کردیم. اینجا کلیک میکنیم اینجا اضافه میشه. بعد میاییم مثلا رزیستور ما کار داریم. یکی از قطعه های غیر فعال در سرکیت رزیستور یا همون مقاومت که اینجا سرچ میکنیم و بعد خودش اینجا میاد. و دیگه چی نیاز داریم؟ دایودها به شکل پلیبریج یا 4 تا دایود میتونیم جداگانه هم سرچ کنیم و اگر یک جایی بخوایم میره با هم وصل باشن رو دریافت کنیم به عنوان مثلا بی بریج سرچ میکنیم. اینجا خودش اضافه میشه و ما فقط کلیک میکنیم روی ازی. بعد دیگه همچنین ترانس یا ترانسفرمر که به ترانس مدلش پی ایس که بزنیم خودش میاد اینجا. مثلا ما چند پایه کار داریم، 2 پایه کار داریم که برای ما میاد. دیگه چی نیاز داریم؟ همچنین ما یک ولتمتری دیسی کار داریم که مشخص کنه که آیا برق سی ما به دیسی تبدیل شده است یا نه. میم از این قسمت اضافه میکنیم دیسی ولتاژ. خب دیسی ولت مستقیمی را باید از اینجا استفاده کنیم. قطعاتی که از این منوی طرف سمت چپ اضافه میکنیم باید چی باشد؟ مستقیم اضافه کنیم تا یکی دوباره بر نگرده. حالا ما میخوایم در این قسمت یک سرکیت را طراحی و دیزاین کنیم که برق سی را به برق دیسی تبدیل کند و بعد میتونیم او را عملی با استفاده از این سیمولیشن کار کنیم. خب
در قسمت اول ما باید منبع برقی سی را اضافه کنیم الترناتیو. اینجا مثلا از طرف سمت چپ اضافه میکنیم. بعد میاییم لیبریج قبل از ترانسفرمر را اضافه میکنیم در این قسمت. بعد میایم لیبریج استفاده میکنیم به این شکل. بعد از او میاییم مثلا چرا اضافه میکنیم دو کپاسیتور اگر اضافه کرده باشیم. اینجا ما داریم کپاسیتور اضافه میکنیم. بعد میتونیم یک LED هم استفاده کنیم که دایود اگر ما اضافه کنیم دایودی به شکل LED باشه که روشنایی بده برای ما اضافه میکنیم. دایودی حالا خوب مدلش اگر نوشته کنیم بلو خواه این خواه دایود. خب ما باید بپالیم و این دایود اضافه کنیم. خب در قسمت های بعدی اضافه میکنیم میره. حالا با استفاده از این قطعات ما طراحی میکنیم. خب دیگه ما به چه شکلی را پس کار میکنیم؟ اول میاییم از منبع برقی سی که همان برق شهری است ما ایره به پایه ترانسفرمر وصل میکنیم. بعد یک پایه ترانسفرمر را به قسمت پلی دایود یا پلی بریج وصل میکنیم و این قسمت پایه را با ما اینجا وصل میکنیم و میایم از این قسمت پایه یک گراوند میگیریم با و همچنین یک قسمت پایه را ما میایم با مثبت ولتمتر DC وصل میکنیم و یک قسمت پایه را از خازن میگیریم و بعد قسمت پایه را از این اضافه میکنیم. خب حالا ما میتونیم که با استفاده از این قطعات همچنین اگر LED بخوایم نصب کنیم LED را مثلا LED بلو مثلا LED بلو میزنیم تا اینکه LED هم اضافه شود. LED بلو LED خب LED اینجا مثلا برای ما با رنگ‌های متفاوت میاد. هر کدامش که اضافه کنیم LED و شکل لامپ اضافه میشه. اینجا مثلا میتونیم اینجا اضافه کنیم. بعد همچنین از این همچنین میتونیم که اینجا اضافه کنیم و همچنین رزیستور ما میتونیم که به خاطر از سوختن LED ما جلوگیری کنه اینجا اضافهش میکنیم و رزیستور میزنیم. بعد میاریمش مثلا اینجا و این قسمت هم خب ببخشین. خب ما اینجا مثلا دوباره قطع میکنیم میره کمی بزرگتر ما از به این شکل این شکل مثلا این پایه رو با هم وصل میکنیم. بعد ما میاییم رن میزنیم. خب حالا میبینیم که رن میشه و هیچ ایروری نمیده یعنی سرکت ما درست است. اما میاییم منبع را تنظیم میکنیم که منبع ما چند ولت باشه مثلا 230 ولت معمولا برق شهری 230 ولت است و مثلا به چند ولت تبدیل کنه مثلا ایرم 230 ولت باشه مثلا 50 هرتز که برق شهری هست 50 هرتز فرکانس هست. بعد همچنین DC سیرکت هرتز سکندری اندکتور. خب ایره جای خودش میمانیم. حالا ما میبینیم که برق ما
از AC به چی تبدیل شد؟ به DC. حالا اینجا مثلا زوم میکنیم به این شکل و ایره این شکل زوم میکنیم. ما قسمت ولتمتری که DC هست ما نشان میدیم که سیمولیشن ما درست است و به این شکل 916 ولت برقی DC داریم. این بود از سیمولیشن یا شبیه سازی سرکتی کانورتر AC و DC با استفاده از نرم افزار پروتیوس. به امیدی که مورد قبول شما قرار گرفته باشه و برای دانستن ویدیوهای بعدی انشالله که چینل ما را سابسکرایب کنید.